چنین به نظر می رسد که قانون عفوی که ماه سپتامبر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان قبول شد یک دروازه بزرگ برای از جوابگری خلاص کردن منصبداران پرخور شده است. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 31 ژانویه خبر داد که پرونده الهام الدین ایدیف سردار بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه یکم میلیشیای نویه سینای شهر دوشنبه که برای به نام حجتگذاری کردن یک منزل بعد مرگ صاحبش به میراثخوار مانده در کوچه مایاکوفسکی 150,000 سومونی طلب کرده، از این مبلغ الکی 128,000 را گرفته بود. بر اساس قانون عفو قطع کرده شد. مرکز مطبوعات اگنتی روز 31 ژانویه در شرح این پرونده خبر داد که ایدیف الهام الدین عثمانویچ در اساس فرمایش سردار ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه در وظیفه سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه رقم 1 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نویه سینای شهر دوشنبه کار کرده، در دوره فعالیت کاریش با استفاده از مقام خدمتی به جنایت تصرف مال و ملک غیر، برای فریب و سوء استفاده باوری با رساندن ضرر مخصوصا کلان مادی دست داده است. چنانچه نام برده ضمن شناسایی با شهروند باوری آخرین را به دست آورده وعده میدهد که به عوض مبلغ 150,000 سومونی یک منزل استقامتی 2 حجرگی را واقع در شهر دوشنبه نویه سینا کوچه مایاکوفسکی که صاحب ملک آن وفات کرده و یگان میراثخوار ندارد در نام آخرین قانونی حجتگذاری کرده میدهد. ایدیف با مقصد انجام دادن نیت جنایتکارانه خود وابسته به تصرف مال و ملک غیر از مبلغ طلب نمودهش 128,000 سومونی را گرفته به تصرف خود درآورده یگان عمل را به منفعت آخرین اجرا نکرد. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مبارزه با کروپسیون میگوید در رابطه به حالت مذکور نسبت به ایدیف بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایتی آغاز کرده شده بود، ولی پیشبرد این پرونده در اساس قانون عفو قطع کرده شد. این نهاد اخیراً همچنین از مورد عفو قرار گرفتن حسن هدایتوف، یک افسر گذرگاه پخت‌آباد در مرز با ازبکستان که از شهروندان برای گذشتن مرز دولت طلب میکرد، و دوران ایگاموف، یک کارمند دانشگاه ملی که برای داخل کردن به رشته حقوق شناسی $2,500 پوره گرفته بود، خبر داد.